تا حالا شده به این فکر کنید که چجوری زندگی دیگران رو زیر رو کنید؟ قانون جذب یه سلاح مخفیه که میتونه این قدرت رو به شما بده تا باهاش افکار و احساسات مثبت رو جلب خودتون کنید. تو این ویدیو من میخوام بهتون بگم که چجوری از این قانون هم برای بهبود زندگی خودتون و اطرافیانتون استفاده کنید. پس اگه آماده ای تا با هم به دنیای شگفت‌انگیز قانون جذب سفر کنیم، تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. خب حالا که با مفهوم کلی قانون جذب آشنا شدیم، بیاییم یکم دقیق‌تر و موشکافانه به تعریفش بپردازیم. قانون جذب اصل جهانیه که میگه هر چیزی که از نظر فکری و احساسی براش تمرکز کنیم به سوی ما جذب میشه. یا اگه بخوام به عبارت ساده تر بگم، افکار و احساسات ما میتونن واقعیت‌های زندگی ما رو شکل بدن. کلاً این قانون بر این باوره که جهان یه نوع انرژیه و ما هم بخشی از این انرژی هستیم. کلا وقتی ما داریم به چیزای مثبت فکر میکنیم و احساسات خوبی داریم، انرژی مثبت رو به کائنات ارسال میکنیم و کائنات این انرژی رو دریافت میکنند و چیزهای مشابهش رو به سمت ما میفرستن. و برعکس، اگر به منفی فکر کنید و احساس منفی داشته باشید، همون انرژی منفی رو به دنیا ارسال میکنید و در نتیجه تجربیات منفی بیشتری هم جذب میکنید. قانون جذب به ما یادآوری میکنه که ما مسئول زندگی خودمون هستیم و میتونیم با تغییر افکار و احساساتمون واقعیت‌های جدیدی رو خلق کنیم. این قانون نه تنها تو سطح فردی عمل میکنه، بلکه میتونه تأثیرات عمیقی تو روابط، شغل و حتی سلامتی ما داشته باشه. بنابراین اگه درک و استفاده درستی از قانون جذب داشته باشیم، میتونیم ازش به عنوان یک ابزاری قدرتمند برای دستیابی به اهداف و آرزوها استفاده کنیم. حالا که میدونیم قانون جذب چیه، بیا یه سری مثال‌ها و داستان‌هایی رو با هم دیگه بررسی کنیم که نشون میده چجوری افراد متفاوت با استفاده از این قانون به موفقیت رسیدن. جیم کری که یکی از معروفترین مثال هاست، یک کمدین و بازیگر مشهوره که تو اوایل کارش به شدت با مشکلات مالی مواجه. جیم تصمیم گرفت که از قانون جذب استفاده کنه. اون چک نویسی برای خودش نوشت و تو اون مبلغ 10 میلیون دلار رو برای بازی تو یه فیلم ذکر کرد. اون این چک رو تو جیبش نگه می داشت و هر روز به اون نگاه می کرد و احساس می کرد که این پول رو داره، نه به صورت بالقوه، به صورت بالفعل. و حتی چند سال بعد از موفقیت هایی که توی فیلم ها به دست آورد، اون واقعاً مبلغ 10 میلیون دلار رو برای بازی تو یکی از فیلم‌هاش دریافت کرد. داستان شماره 2، الیزابت گیلبرت که نویسنده کتاب مشهور خودت را پیدا کن از قانون جذب بهره برد. حالا چجوری؟ اونم توی دوران سختی زندگی میکرد و تصمیم گرفت که یه روزی برای رهایی از این شرایط به سفر بره و خودش رو تو معرض تجربیات جدید قرار بده. اون از طریق نوشتن و مدیتیشن به احساسات مثبت و اهدافش تمرکز کرد و این روش بهش کمک کرد که یک سری از موفقیت‌های بزرگی توی نویسندگی دست پیدا کنه و کتابش به یکی از پرفروشترین آثار تبدیل بشه. اوپرا وینفری که یکی دیگه از شخصیت‌های معروف از قانون جذب استفاده و بهره مناسب برده. اون تو دوران کودکی با چالش‌های زیادی روبرو بود، اما با باور خود و تمرکز روی اهدافش تونست به یکی از موفق‌ترین زنان جهان تبدیل شه. تو یکی از جملات معروفی که گفته میگه اگه به یه چیزی ایمان داشته باشید و برای اون کار کنید، کائنات هم به شما کمک میکنه. این داستانا به ما یادآوری میکنن که قانون جذب فقط یه نظریه نیست، بلکه یه روش واقعیه برای تغییر زندگی. ما میتونیم با الهامگیری از این مثال‌ها و داستان‌ها به سمت اهداف و آرزوهامون حرکت کنیم. اما میخوام تو بخش بعدی راجع به یک سری تکنیک‌ها و روش‌هایی صحبت کنم که میتونه به ما تو استفاده موثر از قانون جذب کمک کنه. بریم سراغ جذاب‌ترین بخش ویدیو، یعنی تکنیک‌ها و روش‌های کاربردی قانون جذب. تجسم خلاق. تجسم خلاق یکی از قدرتمندترین ابزارها تو قانون جذبه. این تکنیک شامل تصور کردن اهداف و آرزوهای ما
به گونه‌ای که انگاری تو زندگیمون وجود دارن. شنیدید میگن خودتون رو تو عمل انجام شده قرار بدین؟ این یک مصداق بارز از همین جمله است. حالا واسه انجام این کار برید توی مکان آروم بشینید، چشماتون رو ببندید، به تصویر آرزوها و اهدافتون فکر کنید. احساس کنید که در حال حاضر همه اونا رو دارید. جزئیات تصاویر یادتون نره، مثل صداها، بوها، حتی احساساتی که مربوط به اونا هستن. این کار به ما کمک میکنه تا انرژی مثبت و انگیزه بیشتر برای رسیدن به اهدافمون رو جذب کنیم. تکنیک شماره 2: نوشتن عبارات مثبت. یه جورایی مانتراها و عبارات مثبت میتونن تأثیر زیادی روی ذهن و احساسات ما داشته باشن. حالا این عبارات اصلا به صورت زمان حال و مثبت باید نوشته بشن دیگه. خب پس حالا بریم یه چند تا مثال ازشون با هم دیگه ببینیم. مثلا جمله من هر روز به اهدافم نزدیکتر میشم. من شایسته عشق و موفقیت هستم. هر روز اگه فقط ما چند دقیقه به خوندن و تکرار این عبارات اختصاص بدیم، انقدر این کار به ما کمک میکنه که ناخودآگاه الگوهای فکری مثبت تو ذهنمون تقویت بشن. مدیتیشن و تمرکز قدم بعدیه. این یکی از روش‌های مؤثر برای افزایش آگاهی و تمرکزه. با مدیتیشن ما میتونیم به آرامش ذهن و پاکسازی افکار منفی کمک کنیم. برای شروع هر روز چند دقیقه رو به مدیتیشن اختصاص بدید. نفس‌های خودتون توجه کنید و سعی کنید افکار منفی از خودتون دور کنید. روی احساسات مثبت تمرکز کنید و به کائنات درخواست کنید که به شما کمک کنند. شکرگزاری آخرین و بهترین روش جذب انرژی مثبت. با ابراز شکرگزاری برای چیزهایی که دارید میتونید انرژی بیشتری برای جذب چیزهای جدید خلق کنید. هر روز چند دقیقه را به نوشتن یا فکر کردن به چیزهایی که براشون شکرگزارید اختصاص بدید. تمام این تکنیک ها به طور مؤثر از قانون جذب بهره برداری کردن و به سمت زندگی که هممون دوست داریم ما رو پیش میبرن. و تو بخش بعدی میخوایم راجع به موانع و چالش هایی که ممکنه تو مسیر استفاده از قانون جذب با اونا روبرو بشیم بپردازیم. افکار منفی یکی از بزرگترین موانع تو استفاده از قانون جذب. این افکار میتونن ناشی از تجربیات گذشته، ترس‌ها یا انتقادات دیگران باشه. اما برای غلبه بر این افکار با شناسایی و آگاهی از افکار منفی شروع کنیم. به یاد داشته باشیم که این افکار فقط بخشی از ما هستن و نه تمام وجودمون. ما از تکنیک‌های مثبت نگری مثل تجسم خلاق و نوشتن عبارات مثبت استفاده کردیم تا بتونیم افکار رو کاهش بدیم. ولی صبر نداشتن و شتاب زدگی چی؟ قانون جذب نیاز به زمان داره. ممکنه که نتایج بلافاصله قابل مشاهده نباشن و حالا بسیاری از افراد به دلیل نداشتن صبر و شتاب زدگی از مسیر خودشون منحرف میشن. اما برای مقابله به این چالش حتما به یاد داشته باشیم که هر تغییر مثبتی نیاز به زمان داره و به جای تمرکز روی زمان، روی اون فرآیندها و اقداماتی که باید بابتش انجام بدیم تمرکز کنیم. خودمون رو تشویق کنیم و حتی اگه شده یه جشن کوچیک هم برای خودمون و موفقیتمون بگیریم خیلی عالی میشه. اما عدم تعهد به اهداف، که اهداف خودمون رو مشخص کنیم و واضح کنیم تا اگر اهدافمون خاص باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، قابل دستیابی باشه و از همه مهمتر مرتبط و زماندار باشه، قطعاً میتونیم تعهد داشته باشیم نسبت به اهدافمون. اسم این تکنیکی که الان گفتم اسمارت و باش میتونیم به تعهد مناسبی به اهدافمون دست پیدا کنیم. و تأثیرات خارجی، محیط و افرادی هم که با اونو در ارتباط هستیم خیلی میتونن روی افکار و احساسات ما تاثیرگذار باشن. انتقاداتی وجود داره، افکار منفی وجود داره. برای مدیریت اینا باید چیکار کنیم؟ ما باید سعی کنیم که با افرادی که دیدگاه‌های مثبتی دارن و ما رو حمایت میکنن تو ارتباط باشیم. حتی اگه لازمه
یک سری مرزهایی رو برای خودمون تعیین کنیم و از ارتباطات منفی دوری کنیم. اما عملگرایی و عدم عمل یکی از مهمترین قسمت‌های کاره، چون قانون جذب فقط به فکر کردن محدود نمیشه، باید عمل کرد. اگه تنها به افکار مثبت تجسم بپردازید اما اقدام نکنید، دیگه نتیجه‌ای هم نداره. پس هر روز اقداماتی کوچک ولی موثر واسه نزدیک شدن به اهدافمون انجام بدیم. به یاد داشته باشیم که کوچکترین قدم هم میتونه تاثیر بزرگی داشته باشه. دارن هاردی تو کتاب اثر مرکب به صراحت به این قضیه اشاره کرده. حالا با شناسایی غلبه به این موانع میتونیم از این مزایا استفاده کنیم. حالا وقتشه یه جمع‌بندی نهایی بکنیم. پس ما گفتیم که قانون جذب یه ابزار قدرتمنده و برای تغییر زندگی و دستیابی به اهدافه. از طرفی گفتیم که برای تجسم واضح، افکار مثبت، اقدام موثر اما کوچک و داشتن صبر و استقامت حتما تمرین و تلاش کنیم. جذب از ازل تا ابد.